به نام یگان معبود برحق، به نام خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست، به نام خدایی که تمام ما انسان ها به بودن اون ایمان داریم. ناباورا رو کاری ندارم، ناباور، باور. اگر خداوند یک روزی بخواد میدونیم که همه یه استعدادهایی دارن. اگر خداوند به نظرتون بخواد که روز قیامت حاجی این به کجا میخوره؟ بسم الله. دست یکی از شما انسان ها باشه چه اتفاق؟ اون انسان چی کار میکنه؟ آقا ما اصلا همه چی رو کار نداریم. ما میدونیم که قیامت از نظر ما مسلمونا خب مثلا بهشت و جهنم، جدا شدن خوبی ها و بدی ها. کسایی که بد بودن بدیشون خیلی زیادتر بوده، از 50% اومدن این ورتر، به باد فنا که رفتن که هیچی، اصلا نباید ناپاک باشن، نمیشه. 50% اینجا به کجا میخوره؟ پیداش نکردیم ما. چرا میخوای برگردی؟ ما متوجه نیستیم که الان زنده ایم یا یک ثانیه دیگه. خدا ما رو ببخش. یعنی به چی دور شدیم؟ من الان به خودم گفتم یه جاده اومدم اینا دیگه، فیلمم گرفتم، همین تو همین فیلمه، اصلا نمیدونم چرا انتها نداره. این چه جاده ایه؟ بعد میگم برگردیم، به چی برگردم؟ نه واقعا به چی انسان برگرده؟ به یک عالم آدم و انسانی که میفهمن خوبی ها و بدی چیه، ولی بازم بدم. آقا بد نباش، کار سختیه، بذارید همین دنیامون بهش باشه و هم اون دنیا. اگر قیامت رو خداوند دست یکی از ما انسان ها بده، دوست دارم نظرت رو بدونم. به یکیمون استعداد بده که آقا اون قیامت برپا بشه، یعنی اون طرف بتونه که قیامت رو برپا کنه، دست اون باشه که قیامت برپا بشه یا نه. اون قیامتی که مسلمون ها نه، دین تسلیم، دین یگانه پرستی، دین خدای محمد و تمام پیامبران، دین اون خدا، دین اون خدایی که تمام این پیامبران رو آفرید، از یوسف گرفته، محمد گرفته، یهود گرفته، بیگ بنگ گرفته، که الان به این باورن
که صدا در فضا نمیتونه وجود داشته باشه، پس بنگی وجود نداره، بیگ. خب یعنی چی؟ اون خدا چی رو میخوای انکار کنی؟ رحمت پروردگار که انقدر به همه ما لطف داشته، چرا ظلم؟ بیا با هم بخوریم، سفره رو باز کن، سفره رو پهن کن، یه سفره بزرگ، همه رو سر یه سفره بشون. چی میخوری خودت؟ به منم از همون بده. کجا میشینه؟ خونه داری؟ زن داری؟ نوه داری؟ بچه داری؟ چی داری؟ به منم از همونی که خودت داری بده. تو کی هستی که ادعای سبحان الله، بزرگ الله، آره الله، خدا پروردگار، یزدان پاک، خالق تمام هستی، هر چی که هست، از کلام گرفته تا یک سنگریزه، که باید شکر کرد پروردگار رو به اندازه تک به تک مخلوقاتش. شکرت یگانه معبود بر. اگه شما باشی چیکار میکنی؟ که اگه شما قیامت دستتون باشه چیکار میکنی؟ قیامت رو برپا میکنید یا نه؟ شکرت پروردگارم. نه میخوام بدونم اگه کسی باشه میتونه انجام. شما باشی چیکار میکنی؟ اگه مثلا من میام در گوشت، اصلا یکی خب این استعداد رو از ماها داشته باشه که قیامت رو برپا کنه، قیامت بیفته دست یکی از ما، مثلا اون طرف به اون باور برسه و بگه باید اینو انجامش بدی. اگر تو باشی اون رو، بعد انتخابش هم بذاره پای تو که میتونی قیامت رو برپا کنی. تو چیکار میکنی؟ قیامت رو برپا میکنی یا نه؟ شکرت یگانه معبود بر حق.